سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز چهارشنبه 10 فوریه تقدیم میکنیم. امروز مجلس نمایندگان تاجیکستان 22 می را همچون سنه برگزاری همه‌پرسی یا ریفرندوم برای اصلاح قانون اساسی کشور تعیین کرد. در روز رایپرسی انتخاب کنندگان به یک سوال باید پاسخ دهند که آیا تغییر و علاوه ها را به قانون اساسی قبول میکنند یا نه. طرح تغییر و علاوه های نوی سر قانون که به آوازدهی پیشنهاد شده است چند تغییرات را در نظر میگیرد که اساسیش از 35 تا 30 پایین آوردن سن داوطلب کرسی پرزیدنتی است. مسئله وارد کردن یا نکردن این تغییر و علاوه ها را با کنستیتوسیا خلق تاجیکستان روز رایپرسی حل خواهد کرد. تحلیلگران و منقدان میگویند این طرح تغییرات سرقانون به خاطر هموار کردن راه رستم امامعلی پسر کلانی پرزیدنت عمل کننده به انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد شده است که سال 2020 33 ساله می شود. دادگاه منطقه نگاتینو شهر مسکو یک شهروند تاجیکستان را به مدت 2 ماه به حبس گرفت. این زن 38 ساله با آن عیبدار می شود که روز 7 فوریه کودک نوزادش را به پرتوگاه انداخته است. گلغنچه امانبیگова طبق خلاصه های تفتیشات پیشکی صبح 7 فوریه کودک نوزاد و نارسید خود را با لطه‌پاره ها و سلفان پیچانده از آشیانه پنجم به لوله پرتوها یا موسرپرو و به قوطی پرتوها روان کرده است. کودک در حالت سنگین در بیمارستان قرار دارد. همه را گفتم ایرا محکم کردم شتاب دای بولن خالتم موسر و هم گفتم اینجا سلفان دبده. این زن در طبقه 5 همان بینا زندگی میکرده است. میدونم که و یک پسر 18 ساله دارد که در کالج تحصیل میکند. وقتی از این زن پرسیدند که چرا طبیبان را دعوت نکردید گفت ترسیدم و نمیدونستم که چیکار کنم. بعد او را به لوله اخلاط هوا دادم. سفارت تاجیکستان هم گفت که این قضیه و سرنوشت مینبعده زن و کودک را دنبال میکند. در پی آشکار شدن یک قضیه فساد اداری تمام کارمندان بخش مالیه منطقه کلوب برکنار شدند. آژانس مبارزه با فساد در منطقه کلوب میگوید ماه دکامبر در پی آشکار شدن قضیه از خودکنی 1.2 میلیون سامانی مبلغ بودجت دولتی از سوی 3 منصبدار در منطقه کلوب کلی کارمندان مالیه منطقه کلوب از وظیفه سبکدوش کرده شدند. به جای افراد از کار رانده شده کارمندان نو تعیین می شوند. مفتشان میگویند که قضیه مربوط به یک نقشه فساد مالی بوده است که در بیمارستان کلوب عمل میکرد. در چهارچوب تفتیشات نسبت سرمحاسب بیمارخانه کلوب، خزینه‌دار و یک متخصص مالیه منطقه کلوب پرونده باز شده الکی مبلغ‌های از خود شده برگردانیده شدند. در دوشنبه محفل به خاطر یادبود ژورنالیست معروف تاجیک اکبر ستار با اشتراک خبرنگاران و سردبیران نشریه‌های تاجیکستان برگزار شد. روز 10 فوریه اگر عمر وفا میکرد اکبر ستار به سن 51 می درآمد و به این مناسبت در محفل کتابی با نام اکبری بزرگ معرفی شد. در این کتاب خاطره های همکسبان درباره نخستین مؤسس سلسله نشریه‌های خصوصی در تاجیکستان به زبان‌های تاجیکی و روسی گرد آورده شدند. از آنکه با احیای مطبوعات ملی پرداخت، از آنکه اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان را دوباره همچون یک سازمان با نفوذ جان بخشید، آنکه با تأسیس دهها و در تأسیس دهها نشریه‌هایی که از آن دیگران بودند و واقعا هم کمک خود را بی‌غرضانه دریغ نداشت، واقعا هم باید گفت که زادروز اکبر ستار این زادروز ژورنالیستیک تاجیک. از این محفل از آن خوشم آمد که همه ژورنالیستان، دوستان و نزدیکان اکبر ستار اینجا گرد آمدند، از او به نیکی یاد میکنند و این نشست فضای شادی دارد، زیرا که اکبر ستار از نفرانی بود که محض هزل و شوخی، شادی و سرور را دوست می داشت، یعنی که مردی بود، مرد زنده دل. اکبر ستار روز 28 اوگوست در دوشنبه در سن 50 سالگی درگذشت. و برای تماشای شکل پرره این نوار و هم دریافت ویدیو و خبرهای بیشتر سری بزنید به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و همزمینه رادیوی آزادی برای تلفنی همراه.